در شهر لوس گورباس برق خونه و محل کار مخمل رفته. تمام شیرایی که قرار بود بسته‌بندی بشن فاسد شدن و مخمل همشون رو ریخته بیرون. مخمل شاکیه و زنگ میزنه بابا برقی و میگه چرا برق نیست. بابا برقی میگه 5 مدل نیروگاه تولید برق وجود داره. نیروگاه حرارتی که اونجا نفت یا گاز میسوزونن و باهاش برق تولید میکنن. نیروگاه برقابی که وقتی آب پشت سد از توربین رد میشه برق تولید میکنه. نیروگاه بادی که باد توربین ها رو میچرخونه و برق تولید میکنه و نیروگاه خورشیدی که پنل های خورشیدی نور خورشید رو تبدیل به برق میکنن و البته نیروگاه هسته‌ای که با انرژی آزاد شده از واکنش هسته‌ای برق تولید میکنه. مخمل میپرسه عالیه، پس الان مشکل چیه؟ تولید کنین دیگه، بدبخت شدم. ولی بابا برقی میگه نفت و گاز و آب به اندازه کافی نداریم، برای باد هم توربین به اندازه کافی نداریم، پنل خورشیدی هم که کلا نداریم، نیروگاه هسته‌ای هم یه دونه بیشتر نیست. حالا تنها کاری که از مخمل برمیاد صرفه‌جویی و برنامه‌ریزیه.